سلام، خوش اومدی به قسمت سوم پادکست دبی نشین. من سحر هستم و تو این قسمت میخوایم بریم سراغ یه سوال خیلی پرتکرار. کدوم منطقه دبی برای خرید ملک بهتره؟ اول از همه باید بدونی که دبی تنوع خیلی زیادی داره، از لوکیشن‌های لوکس گرفته تا محل‌های اقتصادی و پروژه‌هایی که هنوز در حال ساخته. قدم اول، هدفت از خرید چیه؟ باید بدونی هدفت از خرید چیه. میخوای توی زندگی کنی، سرمایه‌گذاری کنی یا اجاره بدی؟ قدم دوم، بودجه چقدره؟ بودجه میتونه مسیر انتخابت کاملا مشخص کنه. مثلا با 500 تا 700 هزار درهم میتونی تو مناطق اقتصادی تر مثل الفرجان یا جومیرا ویلیج سرکل ملک بگیری. اما برای پروژه لوکس تر مثل سوبا هارتلند یا بیزینس بی یا داماگ بودجه رو باید بالا ببری. قدم سوم، چرا ملکی میخوای؟ آپارتمان کوچیک برای اجاره، ویلا برای زندگی خانوادگی، برج نوساز یا پروژه‌های در حال ساخت. مثلا اگه ویلا بخوای برو سراغ داماگ هیلز یا عربین رانچز. آپارتمان نوساز اقتصادی میخوای؟ الفرجان، دبی لند، داماگ هیلز 2. آپارتمان لوکس میخوای؟ برو سمت بیزینس بی یا داونتاون. کمیسیون چی میشه این وسط؟ اگه از پروژه‌های نوساز و مستقیم از شرکت‌های سازنده بگیری دیگه لازم نیست کمیسیون بدی که این خودش یه صرفه‌جوییه. در آخر، انتخاب لوکیشن مناسب یعنی نزدیکتر شدن به هدفت. حالا که با منطقه بیشتر آشنا شدی، تو قسمت بعدی میخوایم در مورد اقساط، قیمت و شرایط پرداخت صحبت کنیم. اگه سوالی داری یا دوست داری من برات بررسی کنم، حتما بهم پیام بده. تا قسمت بعد دبی نشین بمون.